الحمدلله که امروز یکی از آرزوهای دیرینی استاد بزرگ ما مولانا مجیب الرحمن انصاری امروز برآورده شد. ای مولانا انصاری استاد بزرگ ما، راحت بخواب داخل قبر خود با او لباس خونالود که امروز امارت اسلامی آمد الحمدلله و زیر پرچم اسلام زندگی میکنیم و احکام پروردگار عالم جاری است بر سر مسلمین. این بس افتخار بزرگی است برای ما. جان ناقابل فدای دین الله، فدای دین الله. کاش که لیاقت پیدا بشه، کاش که ارزش پیدا بشه، کاش به درگاه الله این لیاقت و شایستگی بیایه که این جان ناقابل فدای دین الله بشه. ما دیگر تشویشی نداریم. بگذار که کل دنیا ما را به رسمیت نشناسه، الله ما را به رسمیت بشناسه، بس کافیه. الیس الله بکاف عبده